سلام دوستان، مبین هستم از کانال موماس. امروز اومدیم با گیم پلی بازی PS 2013 بایر مونیخ منچستر یونایتد. برو بریم که شروع کنیم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. لایک و ساب فرمایید باشه. برو بریم. خب برو بریم که شروع کنیم. همین اول کاری برو بریم که یک گل بزنیم. دوستان لایک و ساب فراموش نشه. دمتون گرم. برو بریم. خب بریم که همین اول کاری گل رو بزنیم. برو بابا، یعنی چی؟ این چرا کوربازی در میاره؟ دروازه 7 متر. خداییش بده من برای شما بچه بازی بس. دوستان من منچستر یونایتد هم، حریفم بایر مونیخه. اگه خوشتون اومد لایک کنید تو رو خدا. اصلا کوره، چرا میزنی زیر تو؟ اوه خودم فشار میخور. بگیرش. توماس مولر بود؟ ندیدم. حالا ادامه بازی بریم که براتون یه گزارش که جالب بکنم. سیاه‌پوست اسمشو نمیدونم، حالا بذار. خب این بازیکن سیاه‌پوست دوستان من نویر ساند میکنه، میگیره، باز همون سیاه پوسته میره ادامه میده بازی رو. این بابا این سیاه پوسته کوره، نمیدونم چرا. نانی میزنه. وای چه ساندی کرد نانی. باز نمان سیاه سونه. خب یه ساند زیبا دوباره. رونی پاس میده دوباره این سیاه پوسته. اسم این سیاه پوسته رو نمیدونم. خیلی خرید. رونی بودو بوی یه شوت. بابا چرا جلوی تو با میسی آخه گولا. گومز تو با باس میده به کوروس. آره داره همین سیابوس دوست داشتنی که 500 تا موقعیت رو تا الان به فنا داده. 3 دقیقه وقت اضافه برای پایان نیمه اول. من هیچی نمیبینم، فقط میخوام که سری تو بگم و بله نیمه اول 0-0 تموم میشه. بریم واسه زیبا نیمه دوم. بازی شروع میشه. سرعت بازی رو میبریم بالا که بتونیم توپو راحت بگیریم. کوری خدا وکیلی چرا پاس میده به اون؟ آخه ما رو فشاری میکنه. خب رونی میره. برو خدا وکیلی موقعیت خوبه. البته دفاع ریخته از کنار دروازه رد شد. نویر چقدر سفیده عزیزم. نویر علی سفید باشه. بریم. توماس مولر بود؟ نه نبود بکن. حالا توماس مولر بود نمیدونم. بریم. یه سانت زیبا بین منچستر یونایتد بازی رو میبره یا بایر مونیخ یا اول فصل. آفساید دیگه خدایی. دیگه حالا بستگی داشت که بایر مونیخ لاور رو خریده باشه یا نه، که نه نخریده بود. بازی عادلانه است. برو بریم. خب سیاه‌پوست دوست داشتنی 500 تا موقعیت رو به فنا داده. یه دریبل زیبا. تو رو جان مادرت. ای وای این دفعه دیگه نویر گرفت. یه بار این زد، یه بار این بشر درست شوت زد، اونم نویر گرفت.
زد قشنگ تو چارچوب نویر گرفت. دقیقه 84 اگه بازی مساوی شه بازی به پنالتی میره. البته بعد 120 یه دریبل تو رو قرآن این گل بشه بزن. برو وای 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 ای بابا رفت وقت اضافه بریم که یه گل جذاب بزنیم. برو بریم. برو تو رو قرآن گل شه. این گله. وای تیرک. وای چه تیرکی. وای بگی اوه چرا اون تو باید تیرک بشه. چه تیرکی شد. وای فشار. میم این نویر سفیده. بگی تو بگیر نزار برن. بگیر نزار بره. وای گلو خوردم. وای اشکال نداره جبران میکنه. برو تو یه بار توپ زدی به تیرک این دفعه گله. برو خدایا این گل تو رو خدا چی شد. دهنه تو سرویس خورد به رونی گل شد. وای نگاه کن. وای خیلی بد گل بود. حالا ما یه دونه هم تیرک زدیم اونا که سفیدن. برو بریم چیزی نمونده. برو بریم گل دومم بزنیم و ببریم. بدو یه بازه خوشگل بزن. دورو قرآن بزن دیگه. وای فشار چی دارم میرقصم. حالا ما اگه توپا میتونیم بگیریم از دست اینا گرفت. دقیقه 118 دیگه تموم شد. 120 پنالتیه دیگه. این موقعیت آخره. امیدواریم که گل بشه. بزن. وای کشید پنالتی بچه ها. وای نمیدونم کدوم ور بزنیم. میزنیم وسط. رونی گل ماشاءالله. کدوم ور میزنه. میگم میزن سمت رو. نمیذاره من حرفم بزنم. من میزنم سمت راست. نزدیک بود نویر بگیره. وای اینو میزنه سمت چپ. زد سمت راست خورد تیرک. یس منم میزنم سمت چپ. یس اینو من میپرم سمت چپ. حالا امیدواریم که وای رفت تو دروازه. منم میزنم سمت چپ. فشار بخشه. اینو کدوم ور بپریم. میگم سمت ای بابا اینم میزنیم وسط دیگه. تمام بردیم. دوستان ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.